عیناً مثل بسیجای خامنه‌ای و خمینی هستن، اخلاقشون، رفتارشون، فحش‌هاشون عیناً. یعنی اینا رو با شیعیان مذهبی هیچی نمیشه تفاوت قائل شد. بهشون فحش میدن. این فحش‌ها رو آدم چطوری بتونه ترجمه کنه؟ دیگه چیزی مال مثل فلسطین وجود نداره، قدس مال ماست. و تلویزیون‌های بیرونی هم که میبینید همش روزه اینا رو میخونن، چاپلوسی اینا رو میکنن. شما همتون میگید زنازاده هستید، جنده هستید. فرهنگ صهیونیست دیگه. اعراب برین خارج شید، خارج شید. بفرمایید. این هم ادبشونه که بهشون یاد میدن. میگه ای فرانز زنازاده فیلم نگیر. عیناً تربیتشون تربیت حسینیه هاست. بله. کسانی که خودشون توحیدی میدونن از این نام انتقاد میکنن، یا فقط انتقادشون از فلسطینی هاست و از طالبان به خاطر ارضای دیگران؟ مسلمانان باید به حکومت ما عادت کنند. منظور از ما آخونداست. این آرزو رو روح الله خمینی بعد از به قدرت رسیدنش اعلام کرد و بیان کننده انعکاس سیاست‌های توسعه طلبانه ایران در منطقه عربیه. داستان کشوری که میخواد جهان رو کنترل کنه چیه؟ خمینی با وعده کنارگیری روحانیت شیعه از قدرت، رهبریت انقلاب رو به دست گرفت. انقلابی که اکثر احزاب سیاسی اون دوران علیه محمد رضا شاه در اون شرکت داشتند. شعار اصلی اون پایان دادن به امتیازات خاص حاکمان بر ایران، انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور یعنی ساباد و ایجاد آزادی‌های مدنی بود. انقلاب ایران پیروز شد و به رژیم شاهنشاهی پایان داد. اما شعارهای انقلاب هیچ وقت محقق نشد. خمینی قدرت رو به تنهایی به دست گرفت. اون یک نظام حکومتی جدید بر اساس 4 قاعده ایجاد کرد. از نظر سیاسی پادشاهی رو پایان داد، اما به جای اون حکومتی بر مبنای نظریه ولایت فقیه رو تأسیس کرد. حکومتی که به ولی فقیه امتیازات بیشتری نسبت به شاه میده. این نوع حکومت خودش رو وابسته به امامی میدونه که بر اساس اعتقادات مرجع شیعه غیب شده. ولی فقیه نائب یا جانشین این امام غایبه. پس اعتراض به ولی فقیه رسما اعتراض به امام غیب شده و اعتراض به امام غیب شده اعتراض به خدا محسوب میشه. از نظر نظامی نقش ارتش کشور رو کمرنگ کرد و در مقابل سازمان نظامی سپاه پاسداران رو تأسیس نمود که تنها از شخص ولی فقیه پیروی میکنه و وظیفه اصلیش پاسداری از نظام ولایت فقیه. سپاه سرکوب مخالفان در داخل و سیطره بر کشورهای منطقه و توسعه نفوذ ولایت فقیه در منطقه را هم در دستور کار داره. از نظر اقتصادی هم اولویت بودجه با سپاه و دستگاه‌های نظامی و اقتصادی وابسته به ولایت فقیه. حالا بعد از 4 دهه سرمایه ولی فقیه به بیش از 200 میلیارد دلار میرسه و در بعد خارجی ولی فقیه سیاست مظلومیت و دادخواهی رو پیشه گرفته. اما با نهایت ریاکاری خمینی در شرایطی به سر دادن شعار مرگ بر آمریکا تاکید می‌کرد که خودش با 2 رئیس آمریکا ارتباط برقرار کرده بود. با جان اف کندی خمینی عدم مخالفت خودش با آمریکا رو تایید و حضور اون رو در منطقه ضروری توصیف کرد. با جیمی کارتر خمینی وعده داد که حکومت جدید منافع آمریکا رو پایمال نمی‌کنه و انقلاب ایران رو به کشورهای دیگه صادر نخواهد کرد. ولی ولایت فقیه از روز اول تلاش کرد انقلاب خودش رو با اسلحه صادر کنه. متولی اون شاخه قدس سپاه پاسداران شد و هزینه‌اش هم از جیب مردم ایران تامین میشه. در حال حاضر سپاه ده‌ها سازمان شبه نظامی رو پشتیبانی مالی و تسلیحاتی میکنه و نفوذش رو با سرمایه‌های ایران تو کشورهای سوریه، عراق، یمن و لبنان پیش میبره. حکومت ولایت فقیه سیاست‌های خودش در سایر کشورها رو در 5 نظریه خلاصه میکنه. نظریه ناسیونالیسم اسلامی که از اعتقاد به مهدی غیب شده یا امام زمان گرفته شده. طبق این نظریه ولایت فقیه در زمان غیبت مهدی باید تمام ثروت کشور رو به کار بگیره تا جهان رو برای ظاهر شدن اون مهیا کنه. نظریه صادرات انقلاب که هدف از اون
تأسیس یک نظام ایدئولوژیک به رهبری ولی فقیه. نظریه ولی امر مسلمی که هدف از اون رجوع به اطاعت تمام مسلمانان جهان و پیروی از نظام ولایت فقیه که فرمانهاش رو ولی فقیه به عنوان نائب امام غیب شده صادر میکنه. نظریه ام القرا که ایران رو مرکزیت جهان اسلام تعریف میکنه و ولی فقیه تنها رهبر اون خواهد. این یعنی تهران جایگزین مکه میشه. نظریه خاورمیانه شیعی که هدف از اون سیطره بر تمام خاورمیانه تحت حکومتی شیعیه. حکومت ولایت فقیه بیش از 4 دهه است که برای رسیدن به اهداف توسعه طلبانه خودش در چندین کشور منطقه از جیب مردم ایران هزینه میکنه. این دخالت‌ها علاوه بر این که ما ایرانی‌ها رو به اوج بحران اقتصادی و فلاکت کشونده، کشورهای همسایه رو هم به جهنم تبدیل کرده. عراق رو از قوی‌ترین کشور منطقه به یک کشور غرق در فساد و بحران تبدیل کرد. شهرهای سوریه رو ویران کرد و 90% ملت سوریه رو مثل ایرانی‌ها به زیر خط فقر کشوند و 13 میلیون شهروند سوری رو آواره کرد. یمن رو تقسیم کرد و الان 2/3 شهروندان این کشور در فقر مطلق زندگی می‌کنند. لبنان رو در وضعیت بحران اقتصادی قرار داد و 74% از ملت لبنان رو به زیر خط فقر برد و آمار بیکاری تو لبنان رو به 35% رسوند. آیا مردم ایران همچنان حکومت ولایت فقیه بر کشورشون رو تحمل خواهند کرد؟ پرده آخر، معاون اول رئیس جمهور و همسایه‌اش. نمیاد، نمیدونم علتش چیه. آها. بریم پرده آخر. ما کشور بزرگی هستیم، همسایه‌های زیادی داریم. در بعضی از این کشورهای همسایه هم حاکمیت بر مرزاشون وضعیت مناسبی نیست. بر مرداشون. ما کشور بزرگی هستیم، همسایه‌های زیادی داریم. در بعضی از این کشورهای همسایه هم حاکمیت بر مرزاشون وضعیت مناسبی نیست. شب و روزگار خوش. بله، کشور امام زمانیه دیگه. سواد یعنی چی؟ مهم سینه زدنه. خامنه‌ای روزخوان توصیه به طلاب جوان حوزه جهلیه مثل خمینی ملعون جهاد کنید. خمینی در دنیا بهترین عالم مجاهد بود. بفرمایید. دروغ پشت سر دروغ. دعوت شده، این خیلی مهمه و ما امروز احتیاج به این روحیه داریم در بین طلاب جوان، در بین فضلای جوان، که بدانند که عالم دین بودن و ملای بزرگ بودن و مجتهد عالی مقام بودن به معنای کنارگیری و انزوای از میدان جهاد نیست. کدوم جهاد؟ جهاد شما که نتیجه عکس داده، هنوز عبرت نمیگیرید. عجیب، انسان به 80 سالگی برسه و عبرت نگیره واقعا سخته. کدوم جهاد؟ این که مسلمان کشی میکنی شما جهاد میکنی؟ این که ایران و ایران کردی این جهاده؟ این که سوریه و عراق و یمن و ایران کردی کوری نمیبینی اینها رو؟ اینا جهاده؟ ولذا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرماد که وقتی که دل انسان چپه شد همه چیز رو چپه میبینه. کالکوز مجخیه.
یک کوزه که چپه باشه آبش میرسه، اینا هم همینطورن. آخه واقعا خنده‌دار نیست. یه نفر همراه نداره، هرچی از رهبران اول انقلاب هرچی بوده زده، کشته، پنهان، زندانی کرده. این جهاد اینا؟ این جهادو که لنین هم بلده، این جهادو که استالین هم بلد بود. بلکه عالم دین، مرجع تقلید، استاد برجسته درجه یک حوزه علمیه مثل امام بزرگوار ما وارد میدان جهاد شد و اون جهاد عظیم رو آقا اون موقع که اصلا اولا مرجع نبود، شریعت مداری مرجعش کرد و تا از مرگ نجاتش بده که اعدام نشه. بعد همون خلف شاگرد ناخلف شما را شریعت مداری سیلی زد. البته سیلی خدایی بود، چون به برقعی اهانت کرده بود، مسجدشو بسته بود و صدها کار دیگه ایشون انجام داد که در بله. کس نگوید که دوغ مرد ترش است. وقتی شما روزخان دیروز امروز شدید میلیاردر، معلومه که برای شما یه مجاهده. طول تاریخ شیعه یک چنین جهادی با این عظمت، برای که شیعه قحط الرجاله. شیعه قحط الرجاله. شیعه برای این درست نشده. شیعه برای سینه زدن درست شده. شیعه برای مسلمان کشی درست شده و همین کار شما الان دارید میکنید در طول تاریخ شیعه. شما یک نقطه عزت و افتخار بگید که درست باشه، فریبکاری نباشه. چیکار کردی؟ و با این نتایج وجود نداره که ایشون انجام داد. برای که تشیع مذهب قحط الرجال هاست، مذهب فریب، نیرنگ، دروغ، مکر. هم عالم بود، هم محقق بود. خیلی عالم بود، داره علمش که مشخصه. زبان پارسی رو مثل بلبل حرف میزد. اینم از علمشه. این چطوری شد اینا از چیستان از چیستان های ایشانه. اینطوری شد. این از چیستان های آقای خمینیه. هم فقیه بود و اصولی بود، هم حکیم بود و عارف بود. یعنی بله، وحدت وجود بود، وحدت وجودی بود. البته ایشون با آقای سروش در این مورد متفقند که خمینی عالمترین تاریخ حاکم تاریخ ایرانه. با وجود که این دروغی بیش نیست. اگه عالم اونه که به علم به خدا داشته باشه، علم به کتاب خدا و سنت رسول الله داشته باشه، که در این مورد علمی نداشت. علم سفسطه و فلسفه و هرچه گلو بود جمع کرده بود. این علم نیست، این همه زلالته. و نتیجه این زلالت رو ببینید بر کشور حاکم چه کار کرده. یک انسان برجسته علمی در حد امام بزرگوار کتاباش آدم میخونه مسخره میکنه. من اولین باری که از این انقلاب خیلی بد میشدم به طور عقیدتی به علت کتاب کشف الاسرار خمینی بود. اصلا فکر نمیکردم اینجوری این شخصی که در بیرون حرف میزنه این کتابش باشه. اصلا فکرشو نمیکردم، بلکه در بیرون حرفای سیاسی میزد. اولین نقطه تحول من از راجب خود خمینی کشف اسرار یکی از علت تاش بود و یک از اشتباهات بزرگ زمان شاه این بود که کتابای خمینی رو ممنوع کرده بود. اگه مردم کتاب خمینی رو میخوندن کتاباش اصلا چنگی به دل نمیزنه. بلکه بهترین راه تبلیغ ضد خمینی کتابای خمینیه. بلکه انسان زیر زبانشه، زیر قلمشه. لیکن دیکتاتوری اون زمان نمیذاشت که آزادی فرهنگی وجود داشته باشه.
و خمینی از این سوء استفاده کرد. سیاست غرب همش، نه خمینی فقط. بله. این اول مجاهد دوران خودش، بلکه بسیاری از دوران کنم همیشه که خمینی به قدرت رسید، لیکن وقتی که به قدرت رسید خیانت‌هاش، جنایت‌هاش مشخص شد، نشون داد که که تشیع نمیتونه انسان ساز باشه، جز انسان کشی نمیتونه کار دیگه بکنه. شما نمیدونم نه مرجع باشیم عالم باشیم چیه؟ مرجع باشیم کافیه تو چاپلوسی شما بکنن. من از آقای برقعی سوال کردم، خدا رحمتش کنه، علامه برقعی، این مراجع چطوری مرجع میشن؟ من که مرجع اولی تو خونه، مرجع دومی چای میده. خوبیه فلانه، اهل دادن با زعفران دادن، نمیدونم با با چی چاپلوسی کردن. شما چطوری مرجع شدی یک شبه؟ شما اصلا مرجع هستی؟ بله. اگه که مرجع یک شخص نداریم، این مسائل اصولی اتفاق کردن. چرا مذهب جعفری اینطوری نیست؟ کوش اصلا مذهب جعفری کوش. اگه مذهب جعفری هست چرا مردم از مراجع با تقلید کنن؟ چرا از خود مذهب تقلید نکنن؟ مگه خمینی و خامنه‌ای و نمیدونم بقیه از امام جعفر صادق عالم‌ترن؟ این لازمش کنار گرفتن ورود در عرصه جهاد. 1000 سال اینا 1000 سال مردم من میکردن. 1000 سال از روزی که این بت موهوم تراشیدن که نه جهاد تعطیله، همه چی تعطیله. الان که اومدن بیا به دیگه بدتر عمر مسلمین، اینا کافران، مرتدن، طاغوتن. چرا؟ چون به کله خرشون ایمان ندارن، به امام زمانشون ایمان ندارن، چیزی که اصلا متولد نشده. بعد الان که دیدن نه نمیشه، بقیه درست کردن. میتونست بزرگترین اصلاح در تشیع انجام بده. همچنان که مجلس شورا را از اهل سنت گرفته بود، خود شورا را از اهل سنت میگرفت. لیکن چطور؟ وقتی به چیزی که اعتقاد نداره، وقتی که خودش مالامال از جهاد
جهاد شما رو دیدیم آقا، کشور رو به روسپیخونه تبدیل کردید، به فقر تبدیل کردید. این بهترین جهاد شماست. درست میگی. فتح جهان با امامه، همون خامنه‌ای و پیشرفتش. نمیدونم، راضی نیستم. ما امروز قطب پزشکی و درمان هستیم. این ارمنستان باید بشینن اینجوری با مردم برن اونجا واکسن بزنن بیان تاریخ ایران. یه پیشرفت کردیم واقعا. در همه زمینه‌ها پیشرفت اتفاق افتاد. در زمینه کشاورزی صادراتی به کشور روسیه بوده، برگشت خورده دادن به ما توزیع کنیم بین محروما. این حاصل دستبندی کشاورزی جنوب استان به این هم زمینه هسته‌ای چه مستقیم چه غیر مستقیم در قالب تحریم ها هزینه پرداخت کردیم و هزینه‌ای که معلوم نیست چه سودی چه نفعی برای اقتصاد ایران و برای منافع ملی ایران در بر. در زمینه نانو جا وسط مجازی رتبه بالایی پیدا کردیم. کدوم کشور پیشرفته ترین و سخت ترین سیستم فیلترینگ رو داره؟ سیستم فیلترینگ ایران پیشرفته ترین سیستمیه که ما باید مرتبا خودمون رو باهاش تنظیم کنیم. صاحب رأی در مسائل منطقه هستیم. کشور چقدر بله، دستشون درد نکنه. کلیپ خوبیه. ما خوبی ها رو میگیم خوب، بدی ها رو میگیم بد. میشه آقا منتقل بشیم به حافظ شما باشه. هل شمع لاله سوزم در خیابان شما،
ای جوانان عجم جان من و جان وقتی زمونه قصه باد و برگ